در خوجگی دهخانی به نام ارزو در دهات توگرک ناحیه وسع این چینکچون حاصل چینک دیومی پخته این میدان پختازور را جمع‌آوری می‌نمایند. خوجگیداران میگویند که حاصل پخته نظر به سال‌های گذشته خیلی بسیار است. همین است که از میدان 14 هکتار در چینک یکم به قدر 25 سانتی حاصل پخته را جمع‌آوری کردند. در خوجگی برای آنکه چینکچون در جمع‌آوری حاصل پخته هوسمند گردند شرایط‌های مهنت فراهم آورده شدند. در قطار اعضایان خوجگی زنان خانشین هم به میدان پختازور برآمده به دهقانان کمک رسانیده ایستادند. موده همه خیلی است که رنگ بازی ای این همه میچینه میرم گفته و خندیده با میوه میشینم رئیسمون به وقتش میاره اوقات گرمکه تمام نوش نعمت ها را به پیشمونه میاره. ماه اکتبر با تغییریابی وضع آب و هوا خوجگیداران کوشش دارند که هرچی تیزتر حاصل باقی مانده پخته را جمع‌آوری نمایند تا اینکه زیر باران نماند. در همین روزهای برای دهقانان مهم در قطار ساکنان دهه آموزگاران و کارمندان قسم خوجگی مکتب روزهای استراحتی به کمک دهقانان برآمدند. برای سری وقت به طرف جمع‌آوری نمودن یعنی اصیلی که فراهم آورده شده است از حساب آموزگاران و کارمندان خود تکنیکی مؤسسه هر روز استراحتی اشر عمومی کرده با مقدار از 3 تن تا 4 تن پخته به همین خوجگی ها جمع‌آوری کرده میتیم. پخته‌کاری یکی از سمت‌های مهم ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. طبق اگروتکنیکای پرورش رویاندن حاصل بلند پخته خراجات زیاد را طلب می‌نماید. طبق حساب کتاب اقتصادشیان از یک تن پخته خام وابسته به نوع به حساب میانه 300 تا 500 کیلو نخ و 560 580 کیلو تخمی گرفته می‌شود. از این مقدار نخ 350 400 متر مربع متا و از تخمی 100 120 کیلو روغن تقریبا 270 کیلو کنجوره و 170 کیلو پسمانده پوست چیگید استحصال کردن ممکن است. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.